با سلام خدمت همه دوستان. امروز با آموزش سوپ کدو حلوایی توسط خانم ساناز سانیا در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که تا انتهای این ویدیو همراه هم باشید و اگر دوست داشتین خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید و روی گزینه آل یا همه قرار بدین. متشکرم. این خوراک خوشمزه رو میخوام بهتون امروز آموزش بدم، منتها یادتون باشه اگر خواستین توی ظرفش درست کنین، ظرف و تخمه های کدو حلوایی رو بیرون میارین، یه تراش کوچیکی تای ظرف میدین، روغن زیتون میزنین و میذارین توی فر کمی پخته بشه. بعد در میارین این سوپ خوشمزه رو که درست کردین میریزین توش و یه مقدار پنیرم مخلوط سوپ بکنین، روش هم با پنیر میپوشونین، میذارین توی فر. وقتی در میارین این قاشقو که میزنین پنیرا کش میاد، وای که این سوپ بیداد میکنه. بریم با هم درستش کنیم. همیشه اجازه بدین کره به دمای اتاق برسه. کره رو به ماهیتابه‌ای که کمی گرم کردیم اضافه میکنیم و روی حرارت اجازه میدیم ذوب بشه. سپس پیاز رو اضافه میکنیم. ببینین عزیزان، برای سوپ کدو پیاز نباید تغییر رنگ بده، در حدی که نرم و شفاف بشه کافیه. بعد از اون جوز هندی رنده شده رو اضافه میکنیم. جوز هندی هم کاملا با پیاز تفت میدیم. حالا بندهای کرفس رو بیرون میکشیم و کرفس رو خرد میکنیم. هویجم به همین حالت به طور یک دست خرد کنید. کدو رو به پیاز تفت داده شده اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم. بعد از اون هویج خرد شده و کرفس خرد شده هم اضافه میکنیم. تمام مواد رو با همدیگه روی حرارت تفت میدیم تا همینطوری که ملاحظه میکنین نرم و شفاف بشه. بعد توی قابلمه میریزیم، استاک رو اضافه میکنیم. حالا یه مقدار فلفل و نمک اضافه میکنیم. در ظرف رو میبندیم، اجازه میدیم 1 ساعت بپزه. سوپ که آماده شد توی غذا ساز میریزیم و پوره میکنیم. حالا مجددا سوپ رو در قابلمه برمیگردونیم و یه مقدار پنیر بهش اضافه میکنیم. اجازه میدیم تا گرم بشه. حالا کمی از سوپ رو برمیداریم، بهش خامه اضافه میکنیم. اگر خامه رو مستقیما اضافه کنید توی سوپ شما میبره. وقتی خامه ولرم شد به سوپ اضافه میکنیم. حالا همونطوری که ملاحظه میکنید کدو رو توی فر گذاشتیم تا تقریبا پخته شده. مواد سوپ رو توی کدو میریزیم و پنیر رنده شده رو روی اون قرار میدیم. حالا توی فر قرار میدیم بمونه تا کاملا روی پنیر ما طلایی بشه. سوپ ما الان آماده است. نوش جون همگیتون.